سلام، اینجا لیمو فارماست. به کانال یوتیوب ما خوش اومدین. خب امروز قراره راجع به چی صحبت کنیم ارفان؟ اگه موافق باشین امروز یه مقداری راجع به ضد آفتابی رنگی برامون بگو. چون فکر کنم خیلی برای آدما سواله که ضد آفتاب رنگی رو اصلا چجوری باید استفاده کنن، چقدر باید استفاده بکنن و هر چی. به نظرم خوبه که در ادامه مبحث قبلی اینم راجع بهش صحبت بکنیم. آره، آخرین مبحثی که در ارتباط باهاش در ویدیو قبلی صحبت کردیم در ارتباط با دو دسته در واقع مختلف از ضد آفتاب‌ها بود، یعنی ضد آفتاب‌های فیزیکی و ضد آفتاب‌های شیمیایی. و امروز در ارتباط با دسته بعدی از ضد آفتاب‌ها صحبت می‌کنیم که ضد آفتاب‌های رنگی هستند. و خب خیلی از آدم‌ها هم در ارتباط باهاشون سوال دارن و به نظرم یه سری نکاتی هم دارن که آدم‌ها نمی‌دونن متأسفانه. ضد آفتاب‌های رنگی داخل خودشون رنگدانه دارن و مخصوصا باز اونایی که اکسید آهن داخلشون هست از پوست در مقابل اشعه مرئی نور خورشید هم مراقبت میکنه. حالا شاید سوال براتون پیش بیاد که اصلا اشعه مرئی نور خورشید چی هست؟ در واقع اون نوریه که ما از خورشید میبینیم، برخلاف یووی که خب دیده نمیشه. و خب اگر جزو اون دسته افرادی هستین که پوستتون خیلی حساس تره به در واقع مثلا جای جوش، جای لک و کلا پوستتون خیلی مستعد آسیبه، حتی میتونه نور مرئی خورشید هم به پوستتون صدمه بزنه و بهتره که در واقع اون ضد آفتاب رنگی که دارین استفاده میکنین اکسید آهن داشته باشه. حالا مزیت‌های در واقع ضد آفتاب رنگی چیه؟ مثلا یکیش اینه که برخلاف ضد آفتاب‌های فیزیکی اون حالت رد سفیدی همون وایت کست رو به جا نمیذاره و خب از این نظر خوبه. و ضمن اینکه خب برای خیلی از آدم‌ها ممکن خوشایند باشه، دلشون میخواد یه رنگی به پوستشون بده و در این حال خب داره از پوستشون هم مراقبت میکنه. منتها یه نکته که وجود داره، یه باور اشتباهی هست که برای من خیلی جالبه. خیلی از آدم‌ها میان به من میگن که آره ضد آفتاب رنگی لک میاره، در صورتی که اصلا ضد آفتاب رنگی لک نمیاره. اون چیزی که برای شما لک میاره عدم استفاده به میزان کافی از ضد آفتاب رنگیه. چون که ضد آفتابا رو شما باید در واقع حالا در ادامه دقیق‌تر صحبت می‌کنم راجع به میزان دقیق، ولی بخوام خیلی کلی بگم اندازه 2 تا بند انگشت پر یا اندازه 2 تا در واقع خط کامل روی 2 تا انگشتتون باید ضد آفتاب بزنید. بعد حالا فرض کن که ضد آفتابی که رنگی هست و سنگین هست به واسطه حالا اون رنگ دونه داشتن برای آدما خیلی سخته که مثلا بخوام به این میزان روی پوستشون استفاده بکنن. برای همین اکثرا نمیتونن به میزان کافی ضد آفتاب استفاده بکنن و اون در واقع محافظتی که باید و نداره. بعد پوستشون به مرور لک میشه و میگن مثلا ضد آفتاب رنگی برای ما لک آورد. این از این گفتم راجع به این باور غلط هم صحبت بکنم. نکته بعدی که وجود داره که در ارتباط با در واقع چالش استفاده از ضد آفتاب رنگیه اینه که خب خیلی وقتا ممکنه آدما نتونن اون در واقع ضد آفتابی که رنگش بر پوستشون مثلا مناسب تره رو پیدا بکنن، چون معمولا ضد آفتاب رنگی مثلا کرم پودر نیستن که کلی رنگ داشته باشن، معمولا 2 یا نهایتا خیلی دیگه داشته باشن 3 رنگ دارن. برای همین خیلی وقتا آدما سختشونه که اون رنگی که به پوستشون بخوره رو پیدا بکنن. نکته بعدی هم اینه که آدما فکر می‌کنن ضد آفتاب رنگی خیلی پوشش دارن، در صورتی اصلا اینطوری نیست. و ضد آفتاب رنگی خیلی پوشش زیادی ندارن. توقعی که مثلا یک کرم پودر از نظر پوشش داره رو نداشته باشین از ضد آفتاب رنگی. ولی خب برای تابستون طبیعتا انتخاب خوبی هستن با توجه به اینکه هوا گرمه و خب کلا ممکن یک در واقع کرم پودر سنگین یا حتی ضد آفتاب رنگی سنگین در واقع اذیتتون بکنه. پس اینجوری که من متوجه شدم ضد آفتاب رنگی در واقع باید روی اون ضد آفتاب اصلی استفاده بشه و خیلی انگار خاصیت درمانی و اینها مثل ضد آفتاب معمولی نداره. آره مرسی که اینو گفتی، چون دقیقاً من اونجا می‌خواستم اینو بگم که شما ضد آفتاب رنگی رو نمیتونین به میزانی که براتون کافی استفاده بکنین. برای همین بهتره اگر هم استفاده از ضد آفتاب رنگی براتون خوشاینده و دلتون میخواد که اون رنگ رو داشته باشه و حالا یک مقداری از پوشایندگی هم داشته باشه، بهتره که ضد آفتاب بی رنگ رو استفاده بکنین در همون میزان کافی و به درستی و بعد حالا با یک فاصله روش از ضد آفتاب رنگی استفاده بکنین که اون در واقع زیبایی که حالا دوست دارین رو داشته باشه، ولی به تنهایی اصلا کفایت نمیکنه. خیلی خب حالا اگه موافق باشی با توجه به این مقدمه‌ای که راجع به خورشید، اشعه‌های یووی و ضد آفتاب داشتیم، بریم سر وقت این که چجوری میتونیم ضد آفتابی که مناسب پوست خودمونه رو انتخاب بکنیم
و چه فاکتورهایی باید در نظر بگیریم، چجوری از روی بسته‌بندی میتونیم متوجه بشیم که این ضد آفتاب به درد پوست ما میخوره یا نه. و بعضم خوبه راجع به این صحبت داشته باشیم. آره، چون که حالا یک نکته که وجود داره، من اول راجع به مدل پوست و در واقع رنگ پوست صحبت میکنم، در واقع نوع پوست و رنگ پوست صحبت میکنم و اینکه چه در واقع ضد آفتابی با توجه به رنگ و در واقع نوع پوست شما براتون مناسبه و بعدش در ارتباط با ویژگی ضد آفتاب خوب براتون میگم. حالا این قسمت اولو برای چی گذاشتم و کلا دلم میخواد که راجعش صحبت بکنم؟ به خاطر اینکه ضد آفتاب باید برای شما حس خوشایندی داشته باشه. یعنی اگه آدما ضد آفتاب براشون خوشایند نباشه، نمیتونن هر روز استفاده بکنن و به میزان کافی هم تمدیدش بکنن و این خیلی بده. یعنی شما باید نسبت به اون ضد آفتابی که دارین در واقع رو پوستتون استفاده میکنین حس خوبی داشته باشین. اگه حالت چسبنده داشته باشه، اگه خیلی ظاهر پوستتون رو مثلا چرب نشون بده و کلا سنگین باشه یا احساس بکنین دارین با اون ضد آفتاب جوش میزنین، خب طبیعتا استفادهش نمیکنین. مخصوصا آدما به جوش زدن هم خیلی حساسن. اگه پوستشون مستعد باشه سریع میترسن و کلا میذارنش کنار. اگر بخوام در ارتباط با نوع پوست براتون صحبت بکنم، داستان اینه که ما چند دسته پوست مختلف داریم دیگه. یعنی پوستایی که مختلط یا مستعد جوشن، پوستایی که نرمالن، پوست خشک و پوستی که حالا حساس و مستعد قرمزی و سوزش و خارش میتونه باشه. اگر بخوام در مورد پوستای مختلط و مستعد جوش براتون صحبت بکنم، خیلی مهمه که توی این در واقع ضد آفتاب هایی که برای این پوست ها در واقع ضد آفتاب مناسبی هستن روش زده باشه که مثلا این در واقع ضد آفتاب اولفریه، یعنی بدون چربیه و در عین حال خیلی وقتا ممکنه از عبارت غیر کومودوژنیک استفاده بکنن یا نان کومودوژنیک و این یعنی که اون در واقع ضد آفتاب ترکیباتی که باعث جوش بشه تو پوست شما رو نداره و خب از این نظر خیلی خوبه برای پوستی که در واقع مستعد چربیه، چون پوستی که مستعد آکنه هست خیلی گزینه بهتریه، چون که خب این پوستا خیلی در معرض اینن که منافذشون مسدود بشه و خب آکنه بشه و در عین حال یه نکته‌ای هم که در ارتباط با این پوستا وجود داره اینه که معمولا ضد آفتابایی که سبک‌ترن براشون حس خوشایندتری دارن. مثلا ضد آفتابی که فلویدیه، ضد آفتابی که در واقع ژلیه باز خیلی بهتر از ضد آفتاب‌های مثلا کرمی یا حالا سنگین‌تره و خب از این نظر براشون انتخاب بهتری. و یه نکته دیگه هم که وجود داره اینه که برای پوستای چرب و مختلط معمولا ضد آفتابای شیمیایی گزینه‌های بهتری هستن، چون ضد آفتابای فیزیکی معمولا سنگین‌تر از در واقع ضد آفتابای شیمیایی هستن و خب از این نظرم دوست داشتم که اینو در واقع بهش اشاره بکنم. بعد در ارتباط با بافت ضد آفتابم کلا خیلی‌ها نمیدونن این قضیه رو که مثلا ژل چیه، فلوید چیه، مثلا لوسیون چیه، اینا همه با هم چه فرقی دارن و از این نظرم حالا میتونم الان صحبت کنم، میتونم هم توی ویدئویی که میخوام چند تا ضد آفتاب براتون نقل بکنم اونجا بافتای ضد آفتابا رو بهتون نشون بدم. ولی اگه بخوام خیلی کلی راجعشون بگم، مثلا لوسیون بافت سنگین‌تری نسبت به فلوید باز داره، یعنی برای تابستون طبیعتا فلوید چون که عرق میکنین یه مقدار اون احساس سنگینی ضد آفتاب رو بیشتر حس میکنین، خب طبیعتا براتون ضد آفتاب فلوید گزینه بهتری هست. اما برسیم به در واقع پوست خشک و اینکه به نظر من خیلی خوبه اگر ضد آفتاب مربوط به پوست خشک یه سری ترکیباتی هم که در واقع آبرسانی و مرطوب کنندگی پوست رو انجام میدن داخلش داشته باشه. مثلا هیالورونیک اسید، مثلا گلیسرین، سرامیتا، اینا خواص در واقع مرطوب کنندگی دارن و خیلی وقتا روی ضد آفتابای پوست خشک زده که مثلا این ضد آفتاب خاصیت موئسچرایزینگ داره و خب این واقعا برای ضد آفتاب یک نقطه قوت محسوب میشه، مخصوصا باز برای پوست خشک، چون که خب کمک میکنه که پوست اون احساس کشیدگی رو نداشته باشه، چون کلا برای پوست خشک این خیلی بده که پوست احساس کشیدگی داشته باشه. و یک نکته دیگه هم که هست اینه که اگر که پوستتون خیلی خشک میشه، اول اینکه حتما ضد آفتاب مخصوص پوست خشک تهیه بکنین و به جز اونم به نظرم حتما زیرش میتونین از یک حالا آبرسان یا مرطوب کننده خیلی سبک استفاده بکنین و بعد با یک فاصله روش ضد آفتاب استفاده بکنین که اون احساس در واقع ناخوشایند خشکی زیاد پوست رو در واقع بهتون نده.
بسیار خوب. نگین راجع به ضد آفتابای پوست حساس چطور؟ چون خیلی‌ها مراجعه میکنن داروخونه و میگن که خب ما پوستمون مثلا خیلی حساس، زود قرمز میشه، احساس سوزش داره، احساس خشکی داره. راجع به ضد آفتابی که مناسب پوست این افراد هم هست میتونی توضیح برام بدی؟ آره حتما، چون کلا پوست حساس واقعا خیلی مراقبت میخواد و خیلی مهمه که حتما از محصولات مربوط به خودش استفاده بکنین. در مورد پوست حساس چیزی که میتونم بگم اینه که معمولا ضد آفتابای فیزیکی براشون خیلی بهتر از ضد آفتابای شیمیاییه و احتمال اینکه پوستشون در واقع حساسیت داشته باشه به ضد آفتابای فیزیکی خب خیلی کمه و اکثرا اصلا حساسیتی ندارن. اما اول یه چیز دیگه هم بگم، پوست حساس هم مهمه که کلا تعریفش رو بدونیم. پوست حساس پوستیه که مثلا سریع قرمز میشه با یک چیزی که مثلا حالا استفاده کردین، احساس خارش، سوزش مثلا بهتون دست میده و خب همه اینا میتونه پوست شما رو مستعد در واقع حساسیت و قرمزی بکنه و خب طبیعتا باید ازش به خوبی مراقبت بکنید. اما یه نکته هم که وجود داره اینه که یه سری از ضد آفتابا هستن که روشون اصلا نوشته که ضد آفتاب مثلا بدون عطر، فرگرنس فریه، یا مثلا ضد آفتاب ضد حساسیت، هایپوآلرژیکه. اینا همه کلیدواژه‌هایی هستن که افرادی که پوست حساس دارن میتونن تو ضد آفتاب دنبالش باشن. ولی به جز اون در ارتباط با این قضیه بدون عطر و بدون الکل بودن ضد آفتاب من میخوام یه چیزی بگم، اینکه کلا همه آدما دنبال واژه بدون الکلن، چیز اشتباهیه. هر الکلی الکل نامناسبی نیست و اینو حالا میتونیم یک اپیزود دیگه در ارتباط باهاش صحبت کنیم که چه در واقع الکل هایی میتونن اتفاقا برای پوست ما مفید باشن و چه الکل هایی نه میتونن آسیب رسان باشن و ایجاد حساسیت بکنن، ایجاد خشکی بکنن. اما در مورد عطر یه نکته‌ای که وجود داره، خیلی وقتا واقعا ضد آفتابایی که عطر دارن خیلی مستعد ایجاد حساسیتن و خب واسه خیلی از آدم‌ها هم خوشایند نیستن واقعا، به خاطر اینکه شما به کل صورت دارین ضد آفتابو میزنین و خب فکر کنین که خیلی وقتا هم بوش نمیره و تو تمام مدتی که ضد آفتاب رو صورت شماه، چون که خب نزدیک بینیتون هم هست، اون بو رو دارین کاملا حس می‌کنین و خب خیلی میتونه ناخوشایند باشه و برای افرادی که حالا یه حساسیتی هم دارن باز ناخوشایندتر باشه. و به جز اونم نکته دیگه که بخوام بگم اینه که شما اون حساسیت ضد آفتابا رو میتونین امتحان بکنین. به نظر من کسی که کلا خیلی مستعد حساسیته بهتر اصلا هر چیزی، نه فقط ضد آفتابا، قبل از اینکه میخواد رو پوستش امتحان بکنه، یعنی قبل از اینکه به کل صورتش بزنه حداقل یه جای دیگه امتحان کرده باشه. و حالا نواحی که برای امتحان کردن خیلی بهترن، یکی پشت گوشه، چون که خب پوست خیلی حساس‌تر و در واقع نازک و در واقع یک پوستیه که خیلی راحت میتونین متوجه بشین اگر حساسیت داشته باشین. یکی این قسمت اینجا داخل در واقع آرنجتونه و یا پشت بازوتون. اینها نواحی هستن که میتونین تست حساسیت نسبت به اون ضد آفتاب انجام بدین. خب یه سری از افراد هم هستن که در هیچ کدوم از این طبقه بندیایی که ما گفتیم قرار نمیگیرن. تکلیف اونا چیه؟ اونا خیلی خوشبختن به خاطر اینکه پوستشون نرماله و خب خیلی قرفر خاصی نداره واقعا انتخاب ضد آفتاب براشون و صرفا میتونن حالا بیشتر به کیفیت‌های ضد آفتاب توجه بکنن که حالا در ادامه راجع به اونها هم صحبت می‌کنیم تو اپیزود بعدی که ما به چه ضد آفتابی میگیم ضد آفتاب خوب و باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه. اما به جز اون یک چیزی که حالا قبلا راجعش صحبت کردم و باز هم اینجا دوباره روش تاکید می‌کنم اینه که ضد آفتاب باید رو پوست شما حس خوشایندی داشته باشه، یعنی باید باهاش راحت باشین تا بتونین به صورت مستمر استفادهش بکنین. همین. عالی. پس ما تا اینجا انواع پوست رو به صورت کامل دیگه صحبت کردیم راجبش. حالا اگه موافق باشیم مقداریم راجب رنگ پوست و تاثیرش تو انتخاب ضد آفتاب صحبت بکنیم، چون فکر کنم سوال خیلی ممکنه باشه. آره و خیلی تاثیر داره و خیلی وقتا آدما البته بهش توجه نمیکنن ها و خیلی برام جالبه، چون ببینین کسایی که پوستشون کلا روشن‌تره حتما به صورت تجربی حداقل متوجه شدن که پوستشون در معرض آفتاب سوختگی و کلا قرمزی بیشتری قرار میگیره. ضمن اینکه جالب بدونین که در واقع این افراد مستعد سرطان‌های پوست بیشتری هستن و همینطور پیری پوست و لک شدن پوست و تمام اینا تو این افراد احتمالش بیشتره.
اما نکته که وجود داره از این لحاظایی هم به نفعشونه، چون مثلا ضد آفتابای فیزیکی خیلی به اندازه‌ای که مثلا رو کسایی که حالا پوستشون تیره تره ممکن رد سفیدی بندازه، توی کسایی که پوستشون روشنه این اتفاق نمیفته. و حالا یه نکته خیلی جالبی هست، مثلا اینه که شما اگه برین فیدبک های مثلا یه ضد آفتاب مشخص رو توی یه سایتی مثلا دیجیکالا بخونین، ممکن ببینین یه نفر مثلا اومده نوشته برای من رد سفیدی انداخته، یه نفر اومده نوشته که برای من رد سفیدی ننداخته. و خب این دقیقاً مربوط به تفاوت رنگ پوست میتونه خیلی وقتا باشه. کسی که پوستش تیره تره بیشتر در معرض این رد سفیدی به دلیل در واقع فیلترهای فیزیکی هست. اما نکته دیگه که وجود داره اینه که برای افرادی که پوستشون حالا سفیدتره و خیلی زودتر در واقع آفتاب سوخته میتونن بشن، من همیشه توصیه میکنم که برای در واقع استفاده، حالا اگر که مثلا میخوام برن ساحل و کوه و جاهایی که مثلا ممکن آفتاب بیشتری باشه، از SPF های 50 استفاده بکنن. و اگر که مثلا میخوام برن برای رفت آمدهای داخل شهرشون، SPF 30 کفایت میکنه. منتها اگر که حالا تایم طولانی بیرون از خونه هستن، بهتره که SPF 50 استفاده بکنن. ضمن اینکه یادتون نره SPF، اینکه در واقع عدد SPF چقدر باشه یک بحثه، اینکه شما چقدر ضد آفتاب دارین درست استفاده میکنین و اون SPF در واقع به درستی داره استفاده میشه و واقعا مثلا روی پوست شما الان به اندازه SPF 30 یا SPF 50 ضد آفتاب وجود داره، یه بحث کاملا دیگه است که حالا در ادامه راجع بهش صحبت میکنیم. اما در مورد پوستی که حالا تیره تره، یه نکته که وجود داره اینه که این افراد چون ملانین بیشتری داخل پوستشون وجود داره، در واقع کمتر در معرض آسیب‌های ناشی از UVB یا در واقع مربوط به سوختگی و کلا آفتاب سوختگی و اینا هستن و همینطور ریسک ابتلا به سرطان‌های پوستی برای اونا کمتره. اما یه چیزی که جالبه که بدونی اینه که خب چون مثلا میگم ملانوم که یکی از بدخیم‌ترین در واقع سرطان‌های پوستی هست، اگر که مثلا یه سری جای خاصی باشه، مثلا کف پای طرف باشه، چه میدونم توی این در واقع فاصله زیر ناخن طرف باشه، یا کلا افرادی که پوستشون تیره تره چون سخت‌تر معمولا لکه تیره روی پوستشون ممکن خودشون نشون بده، این افراد معمولا کمتر در واقع، یعنی دیرتر در واقع براشون تشخیص گذاشته میشه و دیرتر متوجه یه سری حالا بدخیمی پوستی ممکنه بشن. اما نکته که وجود داره، یه باور رایج غلطی وجود داره که فکر میکنن کسایی که پوستشون تیره تره ممکنه که مثلا به ضد آفتاب احتیاج نداشته باشن. این کاملا یک باور غلطه و حالا درسته که پوستشون در مقابل UVB و تاثیر در واقع آفتاب سوختگی ممکن مقاوم تر باشه و احتمال آفتاب سوختگی براشون خیلی کمتر باشه، اما البته نمیشه گفت واقعا خیلی کمتر، صرفا حالا کمتر باشه، اما آسیب در واقع طولانی مدتی که به پوستشون میرسه ناشی از UVA فرقی با کسایی که پوستشون رنگش روشنه نداره. اما در ارتباط با کلا انتخاب ضد آفتاب مناسب برای این افراد اگه بخوام بگم، ضد آفتابای فیزیکی خب همونطور که قبلا هم اشاره کردم یه مقدار براشون ناخوشاینده چون ممکنه رد سفیدی براشون باقی بذاره. اما ضد آفتابایی که حالا شیمیایی هستن، ضد آفتابایی که سبکتر هستن و حالا در واقع اون رد سفیدیه رو به جا نمیذارن و شفافتر هستن، براشون بهترن. یا هم میتونن برن سراغ یه سری ضد آفتابا که مثلا روش زده اینویزیبل فینیش یا مثلا دیپتون اسکین اگه شما نکنم، که اینا باعث میشن که در نهایت حالا فینیش طبیعی تر و بدون رد سفیدی روی پوست کسی که رنگش تیره است بذاره، چون معمولا این افراد با اون فینیش، اون در واقع ظاهر نهایی استفاده از ضد آفتاب یه مقدار چالش دارن. خب مرسی ازت نگین جان. تو این اپیزود ما راجع به ضد آفتاب رنگی و تاثیر نوع پوست و رنگ پوست در انتخاب ضد آفتاب صحبت کردیم. نگین دوست داری راجع به این که ویدیو بعدی قرار راجع به چی باشه صحبت کنیم؟ آره حتما. توی ویدیو بعدی در ارتباط با ویژگی‌های ضد آفتاب خوب و اینکه چه کسایی باید از ضد آفتاب استفاده بکنن و نحوه صحیح استفاده از ضد آفتاب براتون صحبت میکنم. مرسی بچه‌ها از اینکه ما رو نگاه میکنید. لطفاً ما رو تو فضای مجازی حتما دنبال بکنید. اگر هم سوالی داشتین تو قسمت کامنت ها میتونید از همون بپرسین. حتما. اگر این ویدیو رو دوست داشتین حتما ما رو لایک کنید. خیلی دوستتون داریم. مراقب خودتون باشین بچه‌ها. تا ویدیو بعدی. خدافظ. مراقب خودتون باشین.